شما الان صحبت تو بکن. من نوتونی چیه؟ خیلی با خونسردی بگو من لیلون رو دوست دارم، میخوام باهاش ازدواج کنم، بریم خواستگاریش. کیانوش ببینین یه مراسم برره‌ای بود. خب پشت سر یکی حرف در بکنیم بعد یه نخودچی بندازیم بالا. میبینم که موجی از صفا و صمیمیت در جمع کوچیکتون وجود داره. خب چیه؟ یه بار دیگه ببخشید. حرف موفز خود در نکن. ما یه مراسم داشت ندیدیم. مراسم هست. خب چی هست؟ ماهیت مراسم چیه؟ گوش کن کیانوش، این یه مراسم برره‌ای بود. پشت سر یکی حرف در بکنیم بعد یه نخودچی بندازیم بالا. شرمنده‌تونم اصلا این رقمشو نیستم. کار بسیار ضد اخلاقی هست. چه یه بار امتحانش کردن؟ حالا نوبت من دید. بعد دیدین که بگویی چجوری از خودش حرف در بکنه. حالا یه روبایی اصلا در بکنه. بله. حالا نوبت تو بید. تو حرف بزن. اتفاقا شیفهات باهاتون کلی صحبت دارم. بگو. من میخواستم راجع به لیلون یه چیزی بگم. لیلون اول من بگم. بعد دیدی که در موقعش 2 قدم جلوتر از خودش بره. تازه ادعا بکنه که رفته شهر تحصیل کرده بر شده. بگو هم خیلی بد بود که آدم هم بالا برره‌ای باشه هم دماغش اینقدر باشه. خب کیانوش نوبت تو بگو. من؟ در مورد چی؟ در مورد لیلون یه چیزی بگو دیگه. من در مورد من غلطی بکنم؟ نه. خیلی خانوم خوبی بیدم. جیگر جانم. چه خوب یاد بگرفتی افعال معکوس از خودت در بکنی. ما چقدر داری بهمون خوش بگذره. خب حالا تو بگو. من میخواستم بگویم که از لیلون بدم بیاد. ببخشید یه چیزی رو توجه نکردی؟ فعل معکوس به کار بردن ایشون.